کوی اگون چی بگین حالا ایجا زبس کیسم یوتیوب دا میره اینجا آرامگاه حضرت شاه نعمت الله ولی ضرابی است. اینجا از دروازه داخلش از دروازه وقتی داخل میدروی منم خیلی چنارا ممکن 500 سال هم باشه یا زیاد باشه. این طرف از دروازه میدروی انا اینجا بیسیدکا برای جای دعا کردن. اینجا نمازم بخونی ممکن که بشه. اون طرف مسجد است و اونجا مسجد است، مسجد جامع. این چنارا را نگاه کنید چقدر کلونه. انا اینجا یک نگاره تاریخی شاخی بزی ارخری کوهی. من این طرف بیسید که من اینجا مقبره حضرت شاه نعمت الله ولی ضرابی می باشد. نعمت الله هم و از آل رسول مرهم عارفان ربانی. 19 جد من رسول خداست، آشکار است نیست پنهانی. این مصرع ها دوستان عزیز متعلق به این مرد عارفی شناخته تاجیکستان است. یعنی که این مصرع های حضرت شاه نعمت الله ولی ضرابی می باشد. مقبره او در مرکز ناحیه برجوان در جایی که سری مزار میگویند در اینجا واقع است. این مرد یکی از عارفان بزرگی اهل تصوفی خلق تاجیک است که در عصرهای 14 حیات به سر برده است و در این مکان در وقتش زندگانی کرده است و در اینجا علوم اسلام را یا علوم دین را در اینجا به مردم تعلیم داده است و زمان اینجا حیات به سر برده است و در اینجا مقبره حضرت شاه نعمت الله ولی جایی که او را در اینجا دفن کردند و تا کنون در اینجا جایگیر است. باز به گفته بسیاری از دیگر عالمان مقبره حضرت شاه نعمت الله ولی در یکی از شهرهای جمهوری اسلامی ایران نیز هست، ولی مردم تاجیکستان تصدیق میکنند که حضرت شاه نعمت الله ولی ضرابی در اینجا زندگی کردند و در اینجا از دنیا گذشتند و اینک حاضر ما به مقبره این بزرگوار وارد میشویم و دعا میکنیم و شما نیز داخل آن را تماشا کنید. دوستان عزیز مقبره حضرت شاه نعمت الله ولی ضرابی است. این طرفی من این طرفی پیش توقی مقبره حضرت شاه نعمت الله ولی ضرابی. وقتی که واردی مقبره می شود من خیلی جای حضرت شاه نعمت الله ولی ضرابی است و اینجا آمده دعا میکنند. اینجا من این جای حضرت شاه نعمت الله ولی ضرابی است. دوستان عزیز به اینجا آمده نشسته دعا میکنند. نه دوستان عزیز این یکی از سقانه هایی که در نزد
مقبره حضرت شاه نعمت‌الله ولی ضرابی جایگیر است. من همین در اینجا نوشته شده است. من مرحمت بخونیم. مثالهایی که در بالا خواندیم در اینجا نوشته شدند و آنها متعلق به این مرد فاضل و عارف و بزرگوار خلق تاجیک است. سالهای تولدش 1311 1414. اینجا سوانه که گفتیم در آنجا جایگیر است. من اینجا اطراف آن زیبا کرده شده است. اینجا چشمه آن چشمهش جایگیر است که پر رفته می‌بینیم. من اینجا می‌بینیم حاضر یه چی است. من اینجا دوستانی عزیز چخیلی که می‌بینین چشمه آب. در اینجا چشمه آب است که مردم از اینجا آب میگیرند. چشمه برآمدی. من اینجا چناروی کلان چند عصره در اینجا قامت افروختند. من با دروشکه به این طرف. من این جایی که میبینین دوستانی عزیز در اینجا مقبره حضرت شاه نعمت‌الله ولی ضرابی. من این زمینی که اینجا میبینین اینجا مزار است. اینجا گورستان است که در طول 7 ساله ها یا ممکن چند صد ساله ها زیاد شدگی است. در طول چندین صد ساله ها هموار شدگی است. من چند روش من توتکی چندین صد ساله ها در اینجا خوب است. من اینجا بوره است که اینجا را از جای دیگر جدا میکنه. دیوار. اینجا مسجد نایه بلجوان است. این طرف ما طرف پشتشیم.